سلام خدمت همه بچهای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. روحانی هم مشاور و مدرس درس فیزیک و امروز اومدم با دست پر به احتمال 99.9% تاثیر سال 11 معدل سال 11 در کنکور سال بعد کماکان مثبت خواهد ماند. یه خبر خیلی اول اینو به شما بگم، از تک تکتون ممنونم بابت کامنت هایی که توی پست قبلی گذاشتین، بابت همین هشتگ گذاری مثبت شدن تاثیر معدل. امروز هم 195 نماینده در حقیقت تو مجلس در یک نامه‌ای که الان براتون میخونم به رئیس جمهور خواستار مثبت شدن تاثیر معدل در پایه 11 برای کنکور 1405 به بعد شدند. خب من این نامه رو براتون میخونم، البته اون قسمتی که دیگه مهمتره چون نامش خیلی طولانیه. یه سری صحبت ها کرده، من این نامه رو کامل خوندم درباره اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی چرا اصلا قانونگذاری میکنه. بنا به دستور میگفتن مقام معظم رهبری گفته شورای عالی انقلاب فرهنگی فقط میتونه نظراتش رو بگه ولی نمیتونه صرفا چیزی رو قانون بکنه. اول نامه به این اعتراض کرده نماینده‌های مجلس در حقیقت. حالا بعدش ادامه‌شو من میخونم براتون. یکم کم رنگی، امیدوارم خوب بتونم بخونم. میگه لازم به ذکر است در سال گذشته نظر کارشناسی 4 مرجع تخصصی شامل سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت آموزش و پرورش، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس جهت حذف تأثیر قطعی معدل در پایه 10 و مثبت شدن تأثیر معدل در پایه 11 به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه گردید. اما صرفاً در جلسه شورا حذف تأثیر معدل در پایه 10 بعد از بحث‌های مختلف تصویب شد. متاسفانه مدتی است دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سیاستگذاری و تعیین خط و مشی در حوزه‌های مأموریتی وارد قانونگذاری و حتی آیین‌نامه‌ای شده و در مواردی از جمله تعیین سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان و میزان تأثیر معدل در پایه 10 تا 12 علی‌رغم وجود این قانون مصوب در مجلس شورای اسلامی مصوباتی برخلاف، بذارید صفحه دوم رو هم باز کنم براتون. خب اگر یک لحظه به من اجازه بدید. خب میگه خلاف این قانون را در شورا به تصویب رسانده که در مرحله اجرا دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری و دانشگاه فرهنگیان را دچار مشکلات اساسی نموده. همانطور که حضرت عالی مستحضرید، خطاب به رئیس جمهوره، طرح‌ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی مورد نقد نمایندگان مردم قرار گرفته. تطبیقشان با قانون اساسی و شرع در شورای نگهبان بررسی می شود. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر داده و امکان دادخواهی زیان دیدگان از قوانین تصویبی در دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد. این در حالی است که هیچ کدام از موارد سگانه مذکور در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد و مصوبات شورا صرفاً در صحن شورا به تصویب میرسد که این امر به ویژه در مورد مصوبات ذکر شده جمعیت جوان کشور علل خصوص بسیاری از دانش آموزان و داوطلبان کنکور را با معضلات فرایندی روبرو نموده. یعنی ببینید بچه‌ها، چرا میگم این خیلی محکم بدونید که 11 مثبت میشه؟ به این دلیل که درست چیزایی رو که گفته درسته. شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید قانون گذاری کنه، نظرش رو میتونه بده، نهادهایی که تو مجلس هستن تازه باید تصویب بکنن، بعد از اون بره به شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری تصویب بشه، تازه همه قانونای ما اینطوری خارج میشن در کل. ولی میگه این قانونی که الان شورای عالی انقلاب فرهنگی داده تو صحن خود شورا تصمیم گیری شده در حقیقت. حالا چی میگم؟ میگه با توجه به حجم بالای مشکلات و سختی‌های فراوان که مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دانش آموزان و داوطلبان ورود به دانشگاه در این 3 سال به وجود آورده و با عنایت به مطالبه فراوان مردم از نمایندگان ملت با حضرت عالی خواستاریم در اقدامی انقلابی و تاریخی دستور اصلاح مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور برای سال 1405 به بعد را صادر و با مثبت کردن تأثیر معدل پایه 11 به جای تأثیر قطعی آن برای تمام سالها فرایند اصلاح نهایی این مصوبه را
به شتاب دهید دیگه. یعنی در کل این امید است حضرت عالی و همه کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهت خدمت به مردم شریف ایران. دیگه این صحبت‌های انتهاییش. پس نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که احتمال خیلی خیلی زیاد باز هم سال 11 هم تاثیرش مثبت میمونه. همون حرفی که ما ابتدا هم زدیم و همون موقع هم من خدمتتون عرض کردم، گفتم اگه یادتون باشه یه بیانیه‌ای که شورای سنجش و پذیرش مجلس داده بود، گفتم اون خیلی مهمه. چرا؟ چون میچربه زورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی. سازمان سنجش، وزارت علوم، آموزش و پرورش زورشون به شورای عالی نمیچربه، ولی مجلس این اتفاق براش میفته. امیدوارم خیلی سریع نظر قطعیشون هم بدن، من همینجا اعلام کنم و لذتشو با هم دیگه ببریم. واسه همیشه موفق و پیروز و سربلند باشید.